باغ کوکنهوف که با نام باغ اروپا هم شناخته می شود، یکی از زیباترین و معروفترین باغ‌های گل در دنیاست. این باغ در هلند قرار دارد، نزدیک شهر لیسه. کوکنهوف در هر سال میلیون‌ها بازدید کننده را به خود جلب می‌کند. تاریخچه کوکنهوف در قرن 15 میلادی کوکنهوف بخشی از املاک شکار و کشاورزی پرنس یاکوب فن بایرن بود. از این زمین برای کشت سبزی و خوراکی‌های مورد نیاز قلعه استفاده می‌شد و به همین دلیل نامش را گذاشتند کوکنهوف، یعنی باغ آشپزخانه. در سال 1949 گروهی از پرورش دهندگان گل هلندی تصمیم گرفتند این باغ را به نمایشگاه فصلی گل‌های پیازی مثل لاله تبدیل کنند. این ایده با استقبال زیادی روبرو شد و از آن زمان کوکنهوف هر سال در بهار و فقط برای مدت کوتاهی باز می‌شود. معمولاً از اواسط ماه مارس تا اواسط ماه می. ویژگی‌های باغ کوکنهوف: مساحت این باغ بیش از 32 هکتار وسعت دارد. تعداد گل‌ها هر سال حدود 7 میلیون پیاز گل کاشته می شود. از جمله لاله، نرگس، سنبل و دیگر گل‌های بهاری. طراحی باغ: طراحی فضای سبز این باغ توسط معمار آلمانی یان دیوید زوخر و پسرش انجام شده. تنوع: بیش از 800 گونه مختلف لاله در این باغ به نمایش گذاشته می شود. گل‌های معروف در کوکنهوف: لاله‌ها نماد اصلی کوکنهوف و کشور هلند. نرگس‌ها گل‌های زیبا به رنگ زرد و سفید که با لاله‌ها ترکیب زیبایی ایجاد می‌کنند. سنبل‌ها گل‌های خوش عطر با رنگ‌های متنوع. 4 شقایق هلندی، یکی دیگر از گل‌های محبوب این باغ. جاذبه‌های دیگر در کوکنهوف: مجسمه‌ها و آثار هنری. در سراسر باغ مجسمه‌های هنری متعددی دیده می‌شود که زیبایی فضا را دوچندان می‌کند. نمایشگاه‌های گل: در سالن‌های مختلف
گونه‌های جدید گلها و روش‌های نوین باغبانی معرفی می‌شوند. دوچرخه سواری و قایق سواری. بازدید کنندگان می توانند با دوچرخه یا قایق دشت‌های اطراف پر از گل را هم تماشا کنند. بهترین زمان بازدید و اهمیت کوکنهوف. کوکنهوف فقط برای 2 ماه در سال و در فصل بهار باز است. زمانی که گلها به اوج شکوفایی خود می رسند. این باغ یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری هلند است و از بزرگترین نمایشگاه‌های گل در جهان به شمار می‌رود. اگر به گلها و طبیعت علاقه‌مند هستید، بازدید از کوکنهوف تجربه‌ای فراموش نشدنی خواهد.